خب دوستان عزیز، موضوع امروزی که برای شما آماده کرده ایم این مخصوصا برای کنسولتانت های نو داخل دارد. به نهایت موضوع درکاری است، به نهایت موضوع مهم است و اگر که شما این برنامه رو خوب اصول کرده تونید و در کنسولتانتتون فهمونده تونید، شما میتونید که پیشروی کلان کنید. خب امروز دوستان عزیز ما با شما گپ میزنیم در موضوع بونوس 20 ریستار. یعنی در شرکت فبرلیگ باز هست یک نمود بونوسی که شما میتوانید که همین تمامی کوالیفیکاسیونی بونوسایی که از عنوان دیرکتور تا گنرال پارتنر سر میشود، شما میتوانید که انا همین بونوس ها رو دو برابر گیرید، یعنی دوینوی گیرید و برای دوینوی گرفتن همین بونوس 20 ریستار شما دا کمک میکند. این خودش همین بونوس برای همین است که شما حرکت کنید، دو برابر قوه صرف کرده دو برابر درآمد به دست بیارید و این بونوس تنها و تنها برای کنسولتانتان داخل دارد که آنها نو در شرکت اعضا شدند یا اینکه اعضا شویشون حالا نه کاتالوگ نشده است. خب دوستان عزیز، پیش از اون که من درباره بونوس 20 ریستار به شما فهمونم، بیایید من به شما میفهمونم اول درباره تصدیق کردن عنوان دیرکتور به 20 ریستار. من در گروه سلاید روان کردم و شما سلاید تماشا کرده سخنهای مرا گوش اندازید. بینید دوستان عزیز، دیرکتور شرکت فبرلیگ آدمی را میگن که وای در دام یک کاتالوگ 3000 بال میکند خطی کماندش و درآمد میانه دیرکتور هر 21 روز از 3 تا 4,500 سوم تشکیل میکند. و باز یک چیز دیگر را شما درک کنید دوستان عزیز که اگر که شما در دوام یک سال ما 18-19 کاتالوگ است و هر یک کاتالوگ ما 21 روز یا اینکه 14 روز دوام میکند. انا اکو بینید دوستان عزیز، اگر که شما در دوامی یک سال مینوس یک کاتالوگ 8 مرتبه عنوانی دیرکتوریتون تصدیق کنید، یعنی 8 بار چی شوید؟ دیرکتور شوید، شما در شرکت فبرلیگ انا همین عنوان تصدیق میکنید. یعنی وقتی که شما یک بار میکشید شما عنوانی کشاده دیرکتور میشید و وقتی که شما 8 مرتبه در دوام یک سال مینوس یک کاتالوگ 3000 بالی میکنید، شما عنوان دیرکتوریتون تصدیق میکنید. و غیر از این که شما هر کاتالوگ یعنی هر 21-14 روز وقتی که 3000 بالی کردید از کمپانی از 3 تا 4,500 سوم میگیرید. غیر این وقتی که شما 8 بار دیرکتور شدید و عنوان تصدیق کردید، باز از طرف شرکت کوالیفیکاسیون بونوس میگیرید با مقداری 8,000 سومانی. این فهمو شد برای شما؟ اگر فهمو شده باشد در گروه پلوس مونید یا که اون چی مونید که من فهمم که فهموندگی مرا شما اثبات کردید. یعنی برای تصدیق کردن دیرکتور یا اینکه از این استاتوس بولو شما در کار است که در دوام یک سال مینوس یک کاتالوگ 8 بار استاتوس دیرکتوریا بقبید. شرط نیست که پای هم نباشد میشود. گلانی در دوام همین یک سال مینوس یک کاتالوگ شما 8 بار شد چیکار کنید؟ دیرکتور شید. چی خیل؟ مثلا اگر که شما در کاتالوگی 10 سال 2023 عنوان دیرکتوری را کشیدید، شما در کار است که تا کاتالوگی 9 سال 2024 8 بار 3000 بالی کنید. یعنی در دوام 18 کاتالوگ شما در کار است که 8 بار 3000 بالی کنید. پای هم شر نیست. و انا همین قانونی که من فهموندم همین داخل دارد برای تمامی عنوان، فرق ندارد دیرکتور است، استاژی دیرکتور است، سربرو است تا گنرال پارتنر. کدام عنوانی را که شما در دوام یک سال مینوس یک کاتالوگ 8 بار تصدیق کردید،
شما انا همون کوالیفیکاسیونی بونوس هم میگیرید و کوالیفیکاسیونی بونوس از دایرکت چقدر که ما شما میدونیم دوستان عزیز چی است 8000 سومونی و این حال من برای شما روان میکنم رسمی کوالیفیکاسیونی بونوس را همین خیلی اگر که شما استاج دایرکت را عنوانش کشوده تصدیق کرده 4000 سومون میگیرید سربرین دایرکت کشوده تصدیق کرده 16000 سومون میگیرید زلاتوی دایرکت تصدیق کرده 24000 سومون میگیرید روبینوی دایرکت تصدیق کرده 33000 بریلیانت تصدیق کرده 49000 و اگر که شما یک بار کورا سر کرده سرازا داتای نامتون 6 تا دایرکت تربیه کرده و بریلیانت وی دایرکت شده و این عنوان قپیده در دوام یک سال نیست یک کتالوگ تصدیق کرده شما سرازا هم 8000 میگیرید هم 4000 هم 16000 هم 33 هم 49000 انا که جمع کنید که چند هزار میشود این پروسه کوالیفیکاسیونی بونوس گرفتن انا که بیاید دوستان عزیز قطعی شما میگذاریم میفهمونیم بونوسی 20 استارت انا که بینید برای 20 استارت کشودن شما در کار است که در شرکت فایبرلیک در دوام 9 کاتالوگ اولی اعضاشویتون دو مرتبه عنوان دایرکتوری را چیکار کنید کشوید یا اینکه عنوان استارش دایرکتوری یا که سربرین یا که زلاتوی فرق ندارد کدام عنوانی که شما میخواهید شما در کار است که همین عنوان در 9 کاتالوگ اولی اعضاشویتون دو مرتبه کشوید یعنی چی خیر اگر که شما مثلا در کاتالوگ یک در کمپانی فایبرلیک اعضا شده و در کاتالوگ 4 و 5 سرازا در کاتالوگ 4 و 5 تون سرازا دو بار پای هم مهم است که برای 20 استارت گرفتن پای هم دایرکتور شوید دو مرتبه پای هم شما 3000 بالی کردید و اصولوی 20 استارت اجرا کردید با یک بار دیگه میگم شما در کاتالوگ یک اعضا شدید و در کاتالوگ 4 و 5 شما عنوان دایرکتوری را کشیدید دو مرتبه پای هم انا که باز چی اصولوی است دویم اصولویش همین که شما در کار است که تا کاتالوگ 18 سال 2023 را 6 مرتبه دیگر باید که دایرکتور شوید بینید اگر که پروسه برای کوالیفیکاسیونی بونوس گرفتن شما در کار بود یک سال مینوس یک کاتالوگ از روز کشودن عنوان برای 20 ریستارت شما در کار است که یک سال مینوس یک کاتالوگ از روز کشودن عنوان و از روز رجیستراسیون کردنتون یعنی اگر شما در کاتالوگ یک اعضا شده باشید شما در کار که تو کاتالوگ 18 عنوان محکم کنید اگر که شما در کاتالوگ 2 اعضا شده باشید شما در کار که تو کاتالوگ یک سال آینده را عنوان محکم کنید یعنی دو مرتبه در 9 کاتالوگ اولتون پدریت میکنید و 6 مرتبه دیگرش تو آخری سال تو انا همون وقتی که کاتالوگ اعضا شویتون میبیاید دوستان عزیز اصولوی های 20 ریستارت فهمیدید کدامی فهمیده باشه در گروپ یکم کلاس مونید یا که پیلوس مونید که من فهمم که شما فهمیده سید دوستان عزیز آغوزوی من رفته سه فهمیده سین چیزی که من فهموندم فهمیدین یا که نه سوپر انا که بینید وقتی که شما لوبو استاتوسا 20 ریستارت کتی دو مرتبه میکشوید و تو کاتالوگ اعضا شویتون باز 6 مرتبه دیگه تصدیق میکنید شما از طرف کمپانی همین چی بونوسی که هستی
کدام статусия که شما کشاده تصدیق کردید همین بونوس ها را شما دوینوی میگیرید. مثلا اگر که شما دیرکتور شدید 20% قطعی شما 8000 سومون و 16000 سومون میگیرید وقتی که статус مقام کردید. اگر که شما 20% قطعی سراز از старший دیرکتور شدید شما 16000 سومون ای دیرکتوری میگیرید 8000 سومون دیگه از старший دیرکتوری. اگر که شما سراز 20% قطعی سربرین دیرکتور شدید شما 8000 4000 16000 را هر یک تاشه ضرب 2 کرده میگیرید. اینه میخیر فرق ندارد که شما کدام статус میکشوید. مهم همین است که باید تکرارم شود میگویم در 9 کاتالوگ اولی اعضاشویتون 2 مرتبه همون статус میکشوید پای هم بعد تا آن همان کاتالوگ اعضاشویتون در دوام 1 سال ای روز اعضاشویتون همین статус شما محکم میکنید. مثلا اگر که شما در کاتالوگ 4 در کمپانی اعضا شدید در کاتالوگ 7 8 2 بار دیرکتور شدید شما در کاری که تو کاتالوگ 3 سال آینده را 6 بار دیگه دیرکتور شدید. اصول 20% تا فهمیدید؟ یگام سوال هست؟ سوپر. хорошо. اگر سوال نباشد به همتون موفقیت بردباری برکت کار دوستان عزیز. سوال شد در گروه پیشنهاد کنید باز من دیده با شما جواب میتیم. زبی سیفی را میپرتویم میتونید که بختون با کامنتتون روان کنید. موفقیت بردباری برکت کار.